خواهر مسلمان، آیا خبر داری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیش از 1400 سال پیش بعض صفتهای زنان این عصر و زمان را بیان فرموده دوزخی بودن آنها را خبر داده است؟ خواهر مسلمان، مبادا این صفتهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای زنان دوزخی بیان فرمودند در تو وجود داشته باشد. پناه به خداوند. با این حدیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوب گوش انداز تا این صفتهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان می کنند آن را به یاد داشته باشی و از این گونه صفتها دور باشی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند دو گروه از اهل دوزخ هستند که تا حال آنها را ندیده ام. قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس. گروه اول مردمی هست که در دست خود به مثل دم گاو تازیانه دارند که با آن مردم را میزنند، یعنی ظلم و ستم میکنند. و نساء کاسیات عاریات. گروه دوم زنانی هستند که لباس پوشیده اند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند. نساء کاسیات عاریات، صفت اولی آنها این است که آنها لباس پوشیده اند ولی با وجود لباس پوشی آنها برهنه و لوچ هستند. ممیلات مائلات، آنها به سوی مردان بیگانه، به سوی مردان نامحرم مائل هستند و دیگر مردانی نامحرم را، مردان بیگانه را به سوی خود مائل می کنند، یعنی خود را آرایش داده به بیرون می برایند و مردان را به سوی خود جلب می کنند. پناه به خداوند. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، مویهای سر خود را در پشت سر به مثل کوهان شتر بلند کرده اند، یعنی مویهای سر خود را در پشت سر چنان بلند کرده اند به مثل کوهان شتر و مردان را به سوی خود جلب می کنند. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها. این گونه زنان داخل جنت نمی شوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد و بوی جنت از مسیر خیلی دور به مشام می رسد. یعنی با وجودی که بوی جنت از مسیر خیلی دور به مشام می رسد، با وجود این آنها بوی جنت را هم احساس نمی کنند. یعنی آنها اینقدر از جنت دور می شوند و داخل دوزخ می شوند. العیاذ بالله. روایت مسلم، احمد و بیهقی. خواهر مسلمان، مبادا دنیای دو روزه غدار شما را فریب دهد و از جمله چنین زنان دوزخی بشوی. با برکردن لباسهای تنگ و نیم برهنه شما فقط شیطان را و اون مردان بلهوس چشم چران را خوشنود می کنید، ولی الله رب العالمین از این گونه سر و لباس شما ناراض می شود و به غضب می آید. خواهر مسلمان، کار کن که الله رب العالمین از تو راضی شود. به خاطر دنیای دو روزه زودگذر آخرت خود را برباد مده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.